ناحیه واسع ولایت ختلان با کوه نمک خواجه مومین، موضع‌های دل‌آویز و یادگاری بی‌نظیر تاریخی، قصر شاهان هولبوک در مملکت و برون از آن شهرت‌یاب است. دلخواه نفر و یا سیاحی که بار نخست به اینجا مهمان می شود، حتما او را پذیرایی گرم ساکنان محلی و نادرترین و بزرگترین یادگاری تاریخی قصر شاهان ختلان هولبوک شهرت‌یاب انتظار است. Я поражаюсь вашей красотой, вашей природой, гостеприимством, необыкновенным. هولبوک با تمدن امروزه دستاوردهای زیاد پیشنهاد نموده است و ما آمدیم با پرتوگاه آن دستاورد هولبوک که از 1000 سال بیش دارد و سرچشمه میگیرد خانه های بلند آشیان از پرتوگاهی که در دهلیز ساخته شده است. انا این شهادت آن است که نیاگان ما در قرن 9-11 میلاد به جهان امروزه پرتوگاه پیشکش نمودند و همه آن چیزهای نالازمه که در روزگار قرارگاه شاه ختلان روزمره به وجود می آمد توسط این پرتوگاه از قصر بیرون کرده می شد، در یک شبکه مخصوص 90 و 55 گرادوس لغزیده از این موری بدر می شد و نفران خدمتگاری که در قرارگاه شاه وابسته به این سمت بودند سحر و شامگاه ها این پرتوگاه را تازه می کردند و برای در وقت تابستان آن پرتوی که در این پرتوگاه روزمره پیدا می شد برای بو تراوتش نبرآمدن و وارد قصر نگشتن از بالا شبکه حفظی یعنی به واسطه سرپوش حفظ کرده می شد. این دستاورد اول هولبوک. در سمت ساختمانی نیست استاهای ختلانی همتا نداشتند و خود دیدن میکنیم از این تکیه پایه ها و دیوار قسمت بیرونه قصر آنها در یک شکل کنج مایل در تحت کنج 9-12 گرادوس ساخته شده است و مقصد اساسی تکیه ها و دیوار به کدام خاطر هستند. در وقت برف و باران همه آبها از دیوار دور پرتافته می شوند و بعدا در وقت ضبط در وقت هجوم وقتی که اجنبیان خواست رخنه دیوار میکنن و با واسطه همان دیوار شکنهای خود با دیوار وقتی که هجوم میکنند برای رخنه کردن دیوار شکسته می شود. اگر دیوار در شکل راست ساخته می شد در وقت رخنه کردن پای دیوار و دیوار همین دیوار اساسی خود چپه می شد. وقتی که در این سطح یعنی در این کنج ساخته شدن دیوار به اون خاطر است که در وقت شکستن دیوار چپه نشده بلکه به قسمت پایان می لغزد
و همین دیوار باز سدی راهی همون اجنبی می شود، یعنی دور و دراز ایستادگی می کند. به همین خاطر همه دیوارهای اطراف قصر با چنین شکل ساخته شده اند. نمونه خشت‌های پخته و مستحکم با اندازه‌های گوناگون دلیل دانش بلند میماران خودتلان باستان است. خشت‌های پخته و استوار برای روی بستی دیوار و باره‌ها، تخت و هموار کردن فرش و راهروهای بنا و عمارت و ساختمان تواره‌های میان حجره و اتاق‌ها فراوان استفاده می‌گردید. ماهرانه و با طرح و شکل گوناگون چیدن خشت‌های آرایشی به حجره و دیوار و پیشتاق قصر و عمارت‌ها زیب و زینتی تازه می‌بخشید. رسیدیم به دستاورد دوم هولبوک، آبپرتاه برای آب‌های برف و باران. در قسمت جنوبی قصر که از دو آشیان ساخته شده بود، در وقت برف و باران همه آب‌ها مجموعاً متمرکز جمع شده به واسطه شبکه مخصوص سلوله‌های سفالی از قصر به واسطه این موری بیرون کرده میشد و در قسمت شفت قصر گل هاوس بود و همه آب‌هایی که از منار از بالاپوش بام قصر شسته توسط این شبکه به گل هاوس جا کرده میشد و اون لایقه‌ای که از قسمت بالاپوش قصر شسته بود در همین هاوس تکشین کرده میشد. بعد صافکاری آب صاف کرده شده توسط لوله‌های سفالی 200 متر به دریای اخشو، دریای سرخاب و دریای یاخسو پرتافته میشد و اون لایقه‌ای که در اینجا تکشین کرده شده بودم اثر نو خشکانیده شده برای اندوه بالاپوش قصر استفاده کرده میشد. طرز و ساخت و طرز چیدن خشت‌های نقشدار و بی‌نقش از سلیقه بلند و دانش قوی معماران و دانشمندان زمان گواه است. مصالح اساسی خشت‌های پخته در یک جایگی با محلول گچ در ساختمان قصر فراوان استفاده می‌گردید. در آرایش و زیب و زینت دیوار رمز و نشان آریایی سواستیکا به نظر می‌رسد. همزمان خشت‌های پخته غیر استانداردی را نیز با نقش و نگار مختلف که در حالت خام بودن خشت‌ها کنده‌کاری شده ثانیاً پخته شدن در ساختمان دیدن ممکن است. این عمل نشانه ذوق بلند و سلیقه خوش معماران و هنرمندان ختلانی است. مرحبا به قصر شاهان ختلان زمین. بعد عبور 3 دیوار دفاعی حولی قصر وارد قرارگاه شاه ختلان یعنی قصر شاهان هولبوک می‌گردند و برای اون که تا به نزد شاه ختلان وارد شدن از 3 دروازه در داخل قصر گذشتن لازم بود. دروازه اول با 30 محافظ، بعداً دروازه دوم حجره سردار حفظ و دروازه سیوم. از روی کاوش‌های باستانشناسی که سالهای 80 قرن گذشته در این موضع سازمان داده شده بود و بنده که خود در این موضع کاوش گذرانده بود، از این موضع 2 شمشیر و از این قسمت 3 خنجر دریافت کردم و این نگاره های بازیافت شده از آن گواهی می‌دهد که هنگام وارد گشتن مهمان به قصر در بین مناطق دروازه 2 و 3 هر دو در بسته میشد و سردار حفظ از مهمان طلب
ҳамон аслиҳае ки дар меҳмон буд талабгор буд ва шамшер дар ҷои махсус, ханҷар дар ҷои махсус гузошта мешуд ва дар қисмати ғарбии ҳуҷраи ҳифз дар ин ҷо дидбонгоҳ барои дарвозаи дуюм ва аз қисмати шарқӣ дар ин ҷо дидбонгоҳ барои дарвозаи сеюм сохта шуда буд. Шояд дар ҳамон замон посбонони дарвозаи 2 ва 3 аз ҳамон посухе ки меҳмон беяроқ аст гӯш медоданд ва баъди шунидани меҳмон беяроқ аст ҳарду дар дарвозаи дуюм ва сеюм кушода мешуд. сардори ҳифз ҳамчун роҳбалад меҳмонро ба самти пеш ба қисмати ҷанубии қаср ва ба қисмати идоравии қаср ба назди қароргоҳи шоҳ пешкаш мекард. қасри ҳолбӯг аз 3 қисми таркибӣ иборат аст. қисмати ҷанубӣ, қисми маъмурӣ, қисмати миёна пазироӣ ва қисмати шимолӣ қисми маишӣ дар бор маҳсуб меёфт. дар қисматҳои ҷанубӣ ва шимолии маҷмӯи қаср биноҳои истиқоматӣ ва меҳмонпазироӣ ҷой доштаанд. масоҳати онҳо тақрибан 80 ба 50 метрро ташкил медиҳад. қасри дарбор амсоли дигар иморатҳои бузург аз даромадгоҳи васеъ оғоз меёбад. даромадгоҳи қаср бо остона аз рӯи банақшагирии хоси меъмории замони хиш сохта шудааст. қисмати даромадгоҳ ки аз силсилаи иморатҳо иборат аст, дар қисми марказии девори ғарбӣ мутаносибан ба ҷануб ҷойгир шуда дар масофаи 12 метр ба самти пеш бароварда шудааст. даромадгоҳи қаср аз зинапояҳои ба баландии остона гузарандаи бараш 4 ва дарозиаш 10 метр оғоз меёбад. ҳудуди қасри шоҳони хатлонзамин ба 2 гектар доман паҳн карда шуда дар баландии теппаи табиӣ сохта шудааст. қисмати ҷанубии қаср қисмати идоравӣ буда дар қисмати ҷанубӣ ба ҳисоб меравад ва дар 2 қабат ҳуҷраҳои амалдорони хатлонӣ дар 2 тарафи даҳлез сохта шуда буд. қисмати ҷанубиро бо қисмати шимолӣ қисмати марказ бо ҳам мепайваст ва қисмати марказӣ барои қабули меҳмонон сохта шуда буд. қисмати шимолии қаср қисмати хоҷагидории маишӣ буда аз як қабат сохта шуда дар он ҷо меҳмонхона қисмати театр сохта шуда буд. расидем ба сеюм дастоварди ҳулбук, шабакаи обсофкории қаср. ҳамаи обҳои масраф зери фарш маҷмӯан мутамарказ дар як шабака пайваст шуда тавассути ин қубур ба чоҳи обсофкора меомад ва дар чоҳ бо усули такшин кардан яъне софкорӣ карда мешуд. ҳар як қабати оби масраф ба ин ҷо интиқол дода шуда дар муҳлати муайяншуда софкорӣ карда мешуд. баъдан ҷояшро иваз карда оҳиста оҳиста баланд бардошта шуда ба воситаи ин қубур аз қаср берун интиқол дода мешуд. аз рӯи одоби шарқӣ вақте ки меҳмон вориди қасри шоҳони хатлонзамин мегардид, аввал меҳмонро ба қисмати шимолии қаср ба қисмати хоҷагидории маишӣ пешкаш мекарданд ва сараввал ба меҳмон аз рӯи одоб таом пешкаш мешуд. ба меҳмони шарқӣ таоми шарқӣ ва ба меҳмони ғарбӣ таоми ғарбӣ пешниҳод мегардид ва мо дар мавзеи ошхонаи қасри шоҳони хатлон қарор дорем. ҳангоми ҳафриётҳои бостоншиносие ки солҳои 80 дар ин мавзеъ дар қисмати шимолии қаср гузаронда шуда буд, аз ин мавзеъ танур
дар он катбонҳои хатронӣ нон ва маҳсулоти нонӣ тайёр мекарданд ва дар ин оташдонҳо ки солҳои 80-уми қарни гузашта ҳангоми ковиш ҳамаи он боқимондаҳои оташ ва намои ҳамон оташдонҳо барои ҳар таом тайёр карда шуда буд ва баъди тановул меҳмон ба қисмати дохилаи қаср, яъне ба тарафи театр пешниҳод карда мешуд. محققان و کارشناسان، باستانشناسان و معماران و متخصصان ساحوی وطنی و برونمرزی بعد آموزش و جستجوی‌های زیاد خلاصه کردند که مجمع قصر شاهانی هولبوک بی‌نظیر و ناتکرار، مرکب و خاطرمان است. آن در مجموع در مقایسه با یادگاری‌های شهرتیار عصر میانگی جهت‌های کلاً فرق کننده را داراست. هزار سالها پیش هولبوک پایتخت خوتلان باستانی با مردم باخرد و صاحب هنرش در تمام سمت‌های حیات پیشاهنگانی با معرفت و باعث افتخار است که محک آن توسط قرن‌های زیاد تا به امروز رسیده است و منبع الهام و آموزش وارثان گردیده است. با واسطه این موری به این بنا روشنی می درآمد و هنرمند خود را آرا داده شده بعداً توسط این زینه‌پایه در نوبت برای در نزد حاکم ختلان در صحنه برآمد کردن می ایستاد و در این صحنه در نزد حاکم و مهمانان حاکم ختلان آن هنر والای خود را پیشکش میکرد و بعد قبول حاکم و پذیرایی مهمانان البته را به قرارگاه خود برای تغییر لباس از نو رهسپار میگردید. رسیدیم به دستاورد چهارم هولبوک به تمدن امروزه. این شبکه زیرفرشی قصر شاهان ختلان زمین و صندلی های برای مهمانانی که توسط شاهروی ابریشم از شرق و به غرب و از غرب به شرق رهسپار می شدند. در فصل سرما نفرانی که در گروه، یعنی همون سفیرهایی که به این موضع رهسپار میگشتند و در فصل سرما برای تماشای هنر والای هنرمندان فرهنگی هولبوک مردان در فصل سرما در این حجره با چنین شکل نشست میکردند و از 4 گوشه این صندلی از زیر باد گرم فواره زده میبر آمد و نفری نشست از این گرمی حلاوت و بدن میبرد و بعداً در قسمت مرکزی این صندلی ستون ساخته شده بود و در بالای ستون دسترخوان با همون موادهای خوراکه بهر مهمان پیشکش کرده شده بود و در یک جای نشست از حلاوت گرمی، از حلاوت مواد خوراکه و از برآمد هنرمندان ختلانی از یک نشست، یعنی مهمان 3 برد به خود قبول میکرد. هولبوک
قصبه ختلان و مستقر پادشاه است. شهری است و برا کوه نهاده، بسیار مردم با روستاهای بسیار. آمده است در حدود العالمین المشرق. هولبوک را یادگاری تاریخی گفتن کم است. می نویسد شرقشناس معروف ریچارد فرای. آن برای تاجیکان یک مکافات تاریخی است. آن تاج و تخت خزینه تاجیکان، سری بلند و شهادت نامه ملت تاجیک است. حق است و راست. طبق نوشته های او در بخارا و سمرقند، دهلی و تهران قصری با چنین بزرگی و شهامت و آرایش وجود ندارد. تنها همین 1000 ساله تاریخی گواهی آن است که ملت تاجیک قدیمترین است و بزرگ و تمدن ساز. ما رسیدیم به دستاورد پنجم هولبوک نیوگان که امروز به ما میراث موندن این آبرسانی قصر شاهان ختلان زمین و این گل‌هاوزی که در نوار میبینیم از موضع خوجه خینر توسط لوله‌های صفولی به مسافه 20 کیلومتر دو خط آبگذر و شهر هولبوک آب انتقال داده میشد. یکی از این خط قبورهای آب برای خود قصر و در بلندی همین 9 متر آب برآورده میشد و برای مصرف در همه ساحه‌های خوجگیداری قصر استفاده کرده میشد و از آن جمله برای این گل‌هاوز. از بس که اروپایی‌ها و شرقی‌ها در دولتشون آب‌های کلان یعنی بحر داشتند و برای آببازی همه امکانیت‌ها برای آنها فراهم آورده شده بود و شاه ختلان که برای در نزد مهمانان با یک روی بلند معرفی کردن تمدن و فرهنگ خود در همین بلندی 9 متر از سطح همواری یعنی در یک گوشه قرارگاه خود گل‌هاوز احیا کرده بود و آبی با همین جا انتقال داده شده در بلندی 9 متر برآورده میشد و اطراف این گل‌هاوز از سرفه و از بلوک شده بود. وقتی که آفتاب آبی در گل‌هاوز بوده را میتافسوند برای مهمانان یعنی به شرایط آببازی پیشکش کرده میشد. همین بلندی 9 متر به نوبت گرفته شده در قسمت جنوب بین دیوار 1 و 3 کاروانسرای ساخته شده بود و در کاروانسرای فواره ها بودند. همین آبی بلندی 9 متر 200 متر به قسمت جنوب انتقال داده شده از فواره ها میبرآمدند، صافکاری کرده میشدند، کاروانسرای سلقین کرده میشد، بعد مجموعاً جمع شده برای زراعتکاری استفاده کرده میشد. گل‌هاوز از آب مصفای نو با واسطه قبورها از سر نو پر کرده میشد.
بازیافت‌های تاریخی، صنعت و هنر و سنت و آیین مردمی آزاده و خوش سلیقه تاجیک یکی از رکن‌های ارزشمند میراث عمومی بشری اند. این همه آفریده‌های والا از عالم بای و پرغناوت معنوی، زیبایی پسندی و زیبایی آفری، سازندگی و صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی بودن مردم آزاده تاجیک شهادت می‌دهد. بازیافت‌های تاریخی و نگاره‌های نادر گواهی آن است که مردم آریایی نژاد در پیشرفت و رشد تمدن بشری سهم و نقش بارز داشتند و من بعد نیز خواهند داشت. گرچه هولبوک گوید از ویرانی دیواری ما، لیک اوستا گوید از پایداری آثار ما. رودکی گوید از تب و روح آتشبار ما، در پناه شاه دیواری بزرگان زنده ایم. از بزرگی و شهامت، حیات و روزگار و آثار بی‌بهای گذشتگان در قرن‌های گذشته میتوان از آثارخانه مؤسسه دولتی ممنوعگاه تاریخی فرهنگی هولبوک معلوماتی وسیع پیدا نمود. آثارخانه مذکور از 2 آشیانه با شکوه و شهامت و 5 تالار نمایشی عبارت است. تالارهای نمایشی زیبا و جالب بنا یافته، آزاده و برهوا و بسا پرشکوه و جلال به نظر می رسد. معماران و هنرمندان معاصر آن را خیلی زیبا و با طرح و شکل نو زیب و زینت دادند. در نقش و نگاری آن طرح و اصول زمان کهن با سبک معاصر خیلی جالب به نظر می رسد و بار دیگر ثابت می سازد که صنعت اصیل و حقیقی نابسته از وقت و زمان و پیدایشش همیشه برای انسان فهما و نزدیک است و با همه طرح و شکل و ظهوراتش با صنعت مردمی مربوط می باشد. تالارهای نمایشی 5 دوره تاریخی را در بر می گیرند. نمایشگاه تالار نخستین با خریطه ختلان در عصرهای 9 و 11 شروع می گردد. در آن شهرهای امثال قبادیان، شومان، وشگیرد، هولبوک، فرخار، خوتل و مونک، تملیات و دریای اخشو را می توان باخورد. عکس و صورت‌های دیوار تالار از تاریخ آموزش هولبوک شهرتیار در سالهای گوناگون قرن گذشته قصه می‌کند. انا این رسم از کاوش و حفریات در قسمت شمال و شرقی قصر شاهان خوتلان حکایت می‌کند. این رسم سال 1979 گرفته شده است. عموماً در جریان حفریات‌های باستانشناسی نمونه‌های گوناگون صنعت قدیمی خلق تاجیک امثال شهرسازی، معماری و خطاطی، رسامی، آب تامین کنی، آب صاف کنی و گرم‌دهی، زمین سازی و کلالگری، زرگری، سنگ تراشی و نساجی و این چنین مرحله‌های بنیادی ساختمان عمارت‌های قصر و دربار آشکار گردیدند. بازیافت‌های نادر سفالی که هنگام حفریات از هولبوک به دست آمدند چندین هزار عدد را تشکیل می‌دهد. ظرف‌های سفالی که آن ایام برای روزگار مردم ضرور و مهم بودند به طور همیشگی نسبت دیگر بازیافت‌ها افضلیت دارند. مصنوعات کلالی از روی تعیینات، طرح و شکل و اصول‌های رنگ و بار گوناگونند. انا این کوزه سفالی که به عهد کوشانیان منسوب است از حیات و هنر و روزگار آزاده نیاگان ما قصه می کند. کوزه و آبگیرهای سفالی که به عصرهای 10 و 11 تعلق دارد گواهی آن است که استحصالات در صنعت کلالی در آن ایام نه فقط ادامه یافته است بلکه دوام تاریخی من بعدش بیشتر رشد کرده معمول و شهرتیار گشته است.
آشیانه دوم آثارخانه نمونه‌های بی‌نظیر صنعتی عملی و آرایشی و بازیافت‌های نادر تاریخی را از قعر عصرهای کهن از عصر سنگ تا انقلاب اکتبر به هم آورده است. میان مصنوعاتی که منسوب به دوره‌های گوناگون تاریخی اند، اشیای در واقع نادر را میتوان واخورد. نمونه‌های نادر صنعت تصویری، دیوار مصوره ها و دیوار نگاره ها، عرف و عادت و عنعنه های نجیب خلق تاجیک را در خود تجسم می کند. انا این ظرف‌های سفالی سیراندوده گواهی آن است که هنر کلالی در هولبوگ موقع خاصه را کسب کرده بود و یکی از جایهای اساسی را اشغال می‌کرد. با رنگ‌های مختلف این نمود خاکی قیمت‌بها اشیای روزگار و ظرف‌های شیشگین روی بست می‌گردید. معمولاً طبق و کاسه و لعلی‌ها با نوشتجات گوناگون آرایش می‌یافت. این نمود آرایش را کتیبه می‌نامیدند. کتیبه مفهومی میل و خواهش، تمنای نکویی و خیرخواهی، برار و کامیابی، مدح و ستایش خیرخواهانه و سخاوتمندانه را افاده می‌کرد. نوشتجات و یا کتیبه ها در مصنوعات کلالی گواهی صنعت بلند خطاطی با اصولهای مختلفی آن است. در نوشتجات ظرف‌های سفالی عصرهای 9 و 10 خطهای گوناگون شکل کوفی پسندیده بودند. ثانیاً در عصر 11 در این زمینه سبک نوی مخصوص به میان آمد که همچون تقلید به سبک عنعنوی عنوان می‌یافت. بیننده از دید آمیزش مرکب و خوانای نقش‌های دلاویز و خصوص نقش‌های اپیگرافیکی اصولاً در موافقت با دیگر نمود نقش و نگار دچار می‌شود به حیرت می‌آید و به خیرت و ذکاوت و استاد هنر بودن کاسبان خطلانی قائل می‌شوند. برخی از این ظرف‌های روزگار بی نقش و نگارند و سیراندود هم نشدند. گمان می رود آنها را در قالب‌ها به شکل عادی و مقرری ریخته بی نقش و نگار و سیراندود استحصال می کردند و به فروش می برآوردند یا تحفه می کردند. یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی، دستاوردهای بی‌نظیر مادی و معنوی، نمایانگر ثروت و روشنگر چهره ملتند. ملت متمدن همیشه از آثار پرارزش اجداد خویش و جهت بزرگداشتش سعی و تلاش می‌کند. نگاره‌های نادری که در آثارخانه مؤسسه دولتی ممنوعگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ محفوظند، یادگاری بی‌نظیر اجداد تاجیکان محسوب می‌یابد. آموزش و دانستن تاریخ گذشته برای جوانان خاصه نسل نورس در جاده خودشناسی اهمیتی کلان دارد. بینندگان عزیز، در همین جو برنامه مکمل آموده نموده ما به انجام میرسد و نگفته نماند که ملت تاجیک از ازل ملت فرهنگ دوست و تمدن آفر بود و هست و ما تیگران برنامه مرحبا به تاجیکستان اگر توانسته باشیم در رسالت خود شما را بر عالم پرغناوت نیاگان آشنایی نماییم. پس از آن خیلی سرفراز هستیم. این بود برنامه مرحبا به تاجیکستان. تا دیدار نوبتی، سربلند و موفق و خانه آباد باشید. خیر.